السلام علیکم خلق تاجیکستان. من از شما مراجعه میکنم که همین روزی عید نوارم بردگی بود. روزی یکم و امش کتی امکش تجاوز کردگی بود. از شما من مراجعه میکنم که یاردم تیتان محترم رستم مومالی، محترم جناب عالی، من ریگر با من 36 روز شد یگان کس یگان کار یگان نتیجه نیست. من چیکار کنم؟ من کمبغل و یا پول داد، من پول داده و یا همه جا محکم کرده، خانه فروخته، با دخترش بچهش و چی کرده؟ دیوانه برو برده. من چیکار کنم؟ از شما التماس میکنم که همین کار شما هم یاردم تیتون. بیارم آقا 4 saat operatsiya bo'ldi mana. 4 saat operatsiya bo'ldi. Bir o'limlardan qoldi. Hech kim hech nima qila olmayapti. Tursunzodada hech kim hech nima qila olmayapti. Bir o'limlardan qoldi bola. Og'zida skotchlagan bolani qiynagan, azob bergan shunday bolaga. Sabzi bilan qiynagan shunday. 5 soat kravatchida qon ketgan bo'ladi. Hech kim yordam bermagan. Oxiri mana chaqirishdi, mana больницаga olib bordik. 5 soat bola operatsiya bo'ldi. 4 soat operatsiya bo'ldi bola. Hamma qog'ozlar bor mana, hammasi bor. Hamma ular uyiga olib borgan qizni qanday qilganlarini hammasini syomka qilingan, hammasi. Dalillar bor, hamma nimalar, bayonotnomalari bor, qanday qilganlarini hammasini yozgan. Prokuratura hammasini yozgan, disklari bor, qo'llarida hamma narsa bor, lekin birorta natija yo'q. Bo'yniga olgan qiz, hammasini bo'yniga olgan, lekin natija yo'q. Muhtaram Rusam İmamali, ay shuma iltimos میکنم. من 4 ساعت وای نوارم operatsiya شد. من همین operatsiya همین ورځ همه داکومنت دیلار چیش هست که چی با اینا نتیجه را نمیبرن، چی با خیل میکنن، یا که کمبغلا را شما یاردم نمیتیتون. چیکار کنیم؟ از شما التماس میکنیم همین چاره را بینیتون. ای خلق تاجیکستان باید برگه التماس میکنم که یاردم تیتون. Kamaşsın değil tamam. التماس اگر ایدستان بیاید اوای اماسکتی اماکیشا پذیرنی تیتو. منم شنیده استم. من هر روز هر یک و دختر پذیرنی رفته است. 2 روز 3 روز شنیده. اما من 36 روز شده است. امروز یگان نتیجه نیست. از شما التماس میکنم باید بریگه یاردم تیتون. بیزار اگر برادر دو هم حضر کرد زردار را به مجلس جای دی هم بسر بیزار اگر بیاید جا تنتر کنن. یک آدمی مالدار و پولدار در آمد همه پیشش میخیزه میگن ها برو بیا بای بابا برو بیا بردی برو در جاش میکنن. اگر یکان آدمه که بی پول بیاد جا تنتر کنن میگه اینجا جا نیست یکان جای دیگه بری نشد. ببینید زردار اگرچه نادان گویند عاقل است. شیخ سعدی میگه بیزر اگر دانا مثلش بخر کنه. یک آدم ولی همین بسیاری پولدارا برادرها دانا نیست ولی با بعضی آدم همین پولدار بشینه وقتی او گپ میزنه تر خندت میگیره. بسیار معنویات چه پسته این مال یک چیزی که خدا هر کس همی تاش این معنی رو ندارد که همین آدم های با عقل پول میتن. فرعون با عقل بود، نمرود با عقل بود، قارون با عقل بود. میگه آدمی که بین میگه وقتی که پولدار باشه نادان هم که باشه میگه گپی همو های سی آدمی دانو های. لیکن آدمی نادان اگر چی دانو هم که باشد میگه مثلش بخر کنه. میگه این چی میفهمه آخی؟ گپ همین اگری درست میگه پول که نداره گفت یا میرزا ترسونزاده که به پول سخنت اثر ندارد
مرغی است که بال و پر ندارد. این همون یک. بعد گفت زردار اگر بمیرد، شیخ زادی میگه خیشان غیر گیریم. بیزر اگر بمیرد کم چشم تکنن. آدم مالدار اگر یکی مرد همه میشناسد نمیشناسدش میگه مردک حیف شید مردک. یکی آدمی بی پول مرد میگه جانش خلاص شید. نمیگه دیگه تری دلتی نمیگه جانش خلاص شید میگه. بینه حقیقتا همین ای مردک هم وقتی شیطان گر سری پول رفت تاور در زمین ما گفت خیر باشم از یک مخول آمد خانش آمد 3 روز میگه هر سالی میخیزه 3 تنگه طلا هست. 4م روز پول را داد دیگه. بس تمام شد. این را متهم کرد. این را علاقه دیگر او اخلاصی که داشت اخلاص گرفت دیگه. 4م روز یک که گرفت گفتی بدبخت بوی طریقه تاور گرفت و بو رفت. آمد که سرک را آمد دیش بجو او همون کار او تاور او جوان اول مسئله این نامی قبه دستاش رنگی لطه می برداره در زمین میزند تاورداره میگه اگر یک باریگه همین سرمیه با همین تاور میشونه تمام دیگه تاوردار پس میگرده میرود. بینین انا میگه اخلاص بینین که چه نقشی بزرگ داره. اگر با همون اخلاصی اولش نرم میگفت ختم رنگ درگور پولتم من از برای خدا برآمدم من کار باید تاخیر بود کنم. اونجا در جان چند آدم خلاص میکرد. ای جاهلی و ای غفلت. انا دویم چیزی برادر عزیز میگه برای واعظ در کار است. انا همین است که دعوتش خاص به خاطر خدا باشه. برای چی بسیاری واعظا و داعیا را بینه میگن گپ میزنن لیکن نتیجه نمیده. برای اینکه میگه دعوتشون از برای خدا نیست. در درون دعوت یگان غرض یگان مقصد داره. این دو برادر عزیز. دیگر شرطی را که برای واعظ ماندن این است میگه که آنچه واعظ خودش میگه باید خودش عمل کنه. اگر واعظ مردم دعوت کنه در هر یک مسئله باشه لیکن خودش پایبند عمل نباشد اینجا هم دعوت نتیجه نمیده. داعی مردم گویا که بچه هاتون قرآن خوان کنین. نه که بچه های خودش قرآن خوان نیست. بچه هاتون نماز خوان کنین. بچه های خودش نماز خوان نیست. یعنی داعی برادر دعوتگر هر چیزی را که وقتی میگه اگر خودش که عمل نکنه این هم نتیجه نمیده. 4 دعوتگر در راه دعوت هر مشکلاتی که به سرش میاد باید تحمل کنه. برادر عزیز راه دعوت بسیار خطرهای زیاد داره. باید در همه این عزیزای خدا میگه او باید که چی؟ باید که طاقت داشته باشه. حضرت لقمان بچه‌ش چی گفت؟ یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک این ذلک من عزم الامور. هیچ که پدر زیبا بوده او شما پدر هستین؟ بچه‌ش چی میگه؟ میگه بچه‌م میخوای که من تو راضی باشم؟ میخوای که من در حق دعای خیر کنم؟ این شرط پدر چیه؟ نمازاتم خوان. نمیگه بچه‌م انا من در همین یکون شرایط امکانیتی خوب که دعات میتونم. میگه بچه‌م دعای من در کارته، رازگی من در کارته، نمازاتم خوان.